روسیه ولادیمیر پوتین روز 9 دکامبر در ملاقات با حامیان حقوق در جلسه شورای رشد جامعه شهروندی و حقوق انسان اصرار داشت که خارجیانی که میخواهند در روسیه کار کنند باید هنوز قبل از سفر به اینجا زبان روسی و عنعنه‌های مردم ما را بیاموزند. او گفت در این بابت باید با کشورهای اسنگه از جمله با تاجیکستان یک منبع اساسی تامین مهاجران در روسیه کار کرد. این هزارات در حالی بود که هنوز از سال 2015 برای گرفتن اجازتنامه کار در روسیه سپردن امتحان زبان روسی، تاریخ و اساسهای قانونگذاری روسیه برای مهاجران خارجی حتمی شده است. پوتین که در جلسه به سوالهای رهبر شورای حقوق انسان والری فدیف پاسخ میداد گفت در این بابت باید با کشورهای اسنگی یکجا کار کرد. باید به آن مشغول شد که آدمانی که میخواهند برای کار به کشور ما بیایند به این سفر در کشورهای خود برای سفر به کشور ما و کار در اینجا آماده شده زبان قانونگذاری ما را بیاموزند، حقوق خود را و عنعنه‌های مردم ما را بدانند. والری فدیف در ملاقات با پوتین از آن گله کرد که به عقیده او گویا مهاجران به ساحه‌های معارف و تندرستی روسیه بار اضافی ایجاد میکنند و بدون قرارداد به کار گرفتن آنها بازار مهنت را خراب کرده مانع به کار گرفتن شهروندان روسیه می شود. فدیف همچنین تقاضا کرد که ویران کردن قانون از طرف مهاجران باید با اخراج آنها تمام شود. فدیف با وجود آنکه رئیس شورای حقوق انسان روسیه است وقتهای آخر یک سلسله بیانیه‌های مهاجر بدبینانه نشر کرد و ظاهراً میخواهد از حساب شعارهای ملتگرایانه برای خود خور سیاسی جمع کند. او از جمله از ماموریت متروپولیتن مسکو طلب کرد که راهنماهای را که در ایستگاه‌های پروکشنا و لیساپارکویا به زبان‌های تاجیکی و ازبکی نصب کردند بردارند، چون که به گفته والری فدیف ساکنان مسکو از این راهنماها به زبان‌های برایشان نافهما شکایت می‌کنند. اما خدمات مطبوعات متروی مسکو پاسخ داد که زبان اساسی در راهنماها روسی است و نوشته‌ها به زبان‌های تاجیکی و ازبکی امکان داد که جمع شدن ازدحام در تالارهای این دو ایستگاه 2 مرتبه کم کرده شود.